خیلی قول زدید سریعتر تشریف بیارین. قربان عذرخواهی میکنم، خیلی ببخشید. اگه کسی جایزه‌های چه و رستاخیز و شمرد به ما بگه دقیق که همینجا اعلام کنیم. خب قربان نکته‌ای داریم؟ عرض کنم که اگه میدونستم دفعه دوم قرار بیام همون دفعه اول همه حرفامو میزدم. عزیز از دست رفته‌ای داریم ما در فیلم رستاخیز به نام مرحوم محمد صاحبی، جوان رعنایی که در نتیجه سانحه از دست رفت. فکر میکنم خیلی خوبه که ازش یاد بکنیم. برای روحش آرزوی شادی میکنم. فکر میکنم که در راه کار شرافتمندانه و این مضمون مقدس حتما جایگاه بالایی داره. توی تاریخ کهن ما، تاریخ معاصر ما و زندگی امروز ما پر از مفاهیم، مضامین، اسطوره‌ها و ایده‌هایی هست که به نظر میرسه که با طراحی پروژه‌های بزرگی مثل رستاخیز، مثل پروژه‌های دیگه بتونیم این رویا رو که به این اسطوره‌ها و به این مفاهیم میپردازیم رو عملی بکنیم. این گونه پروژه ها نشون دهنده ظرفیت بالای سینمای ملی ایرانه. قطعا این گونه کارها کار افراد نیست، کار ظرفیت سینمای ملی ایرانه. اینها همه فرزندان و محصولات سینما هستن. امیدوارم که اعتماد به نفس به این سینما افزوده بشه به نحوی که شاهد محصولات بیشتر و بهتری از این دست باشیم. از همه دوستان و همکارانم تشکر میکنم. خیلی متشکرم و مبارک ایشون هم. از اعضای هیئت داوران خواهش میکنم یه بار دیگه رو صندلی بنشینن همچنان برای دقایق آتی، چون یک کار کوچولو، یعنی یک کار خیلی بزرگه دیگه.